به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم بینندگان ارجمند. دوستان عزیز، یکی از وظیفه های دینی مسلمان به شکل درست آموختن و دانستن مسائل های اعتقادی است. به عباره دیگر شخص مسلمان شرعاً وظیفه دار است تا عقیده خود را صحیح نماید و نسبت به مسائل های اعتقادی دیدگاهی درست داشته باشد. و باید دانست که یکی از مسائل های مهم اعتقادی این شناخت درست صحابگان، رعایت مقام و جایگاه آنان و محبت داشتن نسبت آنان است. از این است که دانشمندان میگویند حب الصحابه عقیده و دین، و عباره دیگر میگویند و حبهم دین و ایمان و احسان. محبت صحابگان عقیده است، دین است. محبت صحابگان نشانه ایمان راستین داشتن است. محبت این طبقه از امت مثل محبت دیگر مردمان عادی نیست. محبت صحابگان جزء از ایمان شخص مسلمان است، جزء از عقیده درست مسلمان است. دوستان عزیز، اگر محبت داشتن نسبت مؤمنان از واجبات مهم اسلام است، پس صحابگان در درجه بالاترین ایمان و تقوا قرار دارند. پس محبت داشتن نسبت مؤمنان از محبت داشتن نسبت صحابگان آغاز می شود. چرا در عقیده اسلامی محبت داشتن صحابگان، احترام نسبت صحابگان، قدردانی آنان، به نیکی یاد کردن آنان اینقدر اهمیتی بالا دارد دوستان عزیز؟ زیرا اینکه آنان ادا کننده امانت به نسل بعدی هستند. یعنی امانت رسالت، امانت دعوت را، امانت دین را از پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردند و آن را آنگونه که شایسته است به نسل بعدی یعنی به تابعیان رساندند. امانت وزنین خدا را، امانت گران دین را آنگونه که شایسته و لایق است به نسل بعدی رساندند. همه آن علم و دانشی که امروز نزد اهل امت اسلام هست، از علم تفسیر و حدیث و فقه و فتوا و علم سلوک و تربیت نفس، همه این علوم توسط صحابگان به ما مسلمانان رسیده است. این علوم را صحابگان از معلم اول، از مربی اول پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند، فرا گرفتند و آن را به نسل‌های بعدی آموزاندند و رسانیدند که امروز امت اسلام از آن فقه آنها، از تفسیر آنها، از فتوای آنها، از سخنان تربیت کننده آنها، اصلاح کننده آنها در ایمان و در سلوک بهره می‌گیرد. بنابراین طعنه زدن بر این طبقه با شرافت امت، طبقه صحابگان، یاران، شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم، این طعنه زدن بر نخستین زنجیره اسلام است. اینها نخستین زنجیره هستند که علم اسلام، عقیده اسلام، احکام اسلام توسط آنها به زنجیره های بعدی، به تابعیان و تبع تابعیان و تا امروز آمده رسیده است. دوستان عزیز، سخن در فضل و بزرگی و کرامت و جلالت صحابگان پایان ندارد. صدها آیه قرآن آنها را مدح و تحسین گفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم در صدها حدیث خود با آنان تشکر گفته، تحسین گفته، آفرین خوانده. از جمله آن احادیث صحیح حدیثی است که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند که این نوع حدیث در درجه صحیح ترین احادیث به شمار می رود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین مردمان کسانی هستند که در قرن منند. یاران خود را پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا تحسین گفته ایستاده است، تزکیه کرده ایستاده است، بهای نیک داده ایستاده است. بهترین طبقه امت کسانی هستند که خدا انتخابشان کرده که در این قرن باشند، با من باشند، در پهلوی من باشند. ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. سپس در فضیلت بزرگی کسانی که بعد این طبقه می آیند و سپس طبقه‌ای که بعد طبقه دوم می آیند، تابعیان و تبع تابعیان. یعنی در حدیث دیگری که آن را امام احمد حنبل در مسند خود روایت کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی. یعنی هر کی یاران مرا دوست دارد پس مرا دوست داشته، هر کی یاران مرا بد ببیند پس مرا بد دیده، هر کی آنان را آزار دهد به حقیقت برابر این است که مرا آزار داده.
یعنی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به محبت یارانش امت را میخواند و از بد دیدن آنان هشدار داده ایستاده است. هشدار به وعید شدید که من او را بد میبینم و آزار آنها آزاری من است. اون شخص گویا که مرا آزار داده. در حدیث دیگری که آن را امام بخاری روایت کرده است از حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا معیار ایمانداری برای ما میدهد، نشانه ایمان راستی. میگوید دوست داشتن انصاریان، صحابگان انصاری، صحابگان اهل مدینه که مهاجران را پذیرفتند، خدمت کردند، در خانه های خود جا کردند، مال خود را به آنها تقسیم کردند، دین را نصرت دادند، پیامبر صلی الله علیه و سلم را حمایه کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید نشانه ایمانداری محبت انصاریان است و نشانه منافقی بد دیدن انصاریان است. اثر دیگری نیز از فضیلت و شرافت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم حکایه میکند که آن را امام ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله و امام ابو نعیم اصفهانی در حلیة الاولیاء از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که ایشان میگفتند اولئک اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. عبدالله بن مسعود اینجا میگوید یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین این امت هستند و ابرها قلوبا، نیکترین قلبها را آنها داشتند، یعنی قلبهایی که پر از ایمان، پر از احسان، پر از تقوا بود، قلبهایی که از محبت خدا سرشار بود، قلبهایی که از محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از محبت اسلام و قرآن لبریز بود. ابرها قلوبا و اعمقها علما، عمیقترین علم را آنها داشتند. آن فهمی که از قرآن، آن فهمی که از شریعت آنان داشتند، به اتفاق همه فقهان و به اتفاق همه مجتهدان هیچ یک طبقه بعدی آن فهم را نداشتند. و اقلها تکلفا، از تکلف خیلی دور بودند، به کفش عادی راه می رفتند، در روی زمین نشسته طعام می خوردند، سواره عادی داشتند، لباسی خیلی عادی داشتند، اما ایمانهای به حجم و به وزن کوه داشتند. اختارهم الله تعالی لصحبت نبیه صلی الله علیه و سلم و لاقامت دینه. به این جمله باید بیشتر دقت نماییم. اختارهم الله تعالی، آنان کسانی عادی نبودند، آنها انتخاب شدند تا یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند. اختیار و انتخاب خداوند کریم و لطیف صورت گرفت و آنها نظری لطف و عنایت کرد که در این ظرفیت زمان تولد شوند، با خاتم مرسلین، با آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در پهلو ایشان باشند، از ایشان حمایه کنند، ایشان را کمک کنند، یاری کنند، دین او را نصرت بخشند. انتخاب خدا بود که این طایفه در این مرحله مهمی دعوت، در این مرحله مهمی تاریخی اصلا اسلام و دین حضور داشته باشند و این صحنه های جهاد و دعوت و خدمت را به جوانمردی خود پر نمایند، خدمت کنند. اختارهم الله تعالی لصحبت نبیه، برای همنشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولی اقامت دینه، برای پایدار نمودن دینش خداوند این جوان مردان را انتخاب کرده بود. امام علی قاری حنفی، یکی از فقها و محدثان نامور مذهب حنفی، در شرح این حدیث میگه كانوا فرشیین بابدانهم و عرشیین بارواحهم. ایشان نیز این اثر را در کتاب خود مرقات المفاتیح آورده و چنین تعلیق میکنند، چنین اضافه میکنند، شرح میدهند که آنها با بدن خود در روی زمین راه میرفتند، اما به روح خود ملکوتی بودند، فرشته صفت بودند. امام علی قاری علاوه کرده میگویند و کل هذا بتربیت النبی صلی الله علیه و سلم المربی الکامل المکمل. و این همه بزرگی و این همه جوانمردی و این همه خدمت و این همه پیشرفت در میدان ایمان و تقوا را صحابگان از بزرگی این معلم کسب کرده بودند. اینها بزرگند چرا؟ چون که معلمشان بزرگ بود. چرا؟ معلمشان استاد بشریت بود و تربیه ایشان چنین ثمره نیک داد و چنین مردان بزرگوار
از این مکتب به وای رسیدند. عبدالله بن مسعود در ادامه سخنش میگوید فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم فانهم على الهدى المستقیم. پس حق آنان را بشناسید، میگوید حق این طبقه شریف امت را بشناسید. فاتبعوا لهم فضلهم، به فضل و بزرگی آنان معترف باشید، قدردانی کنید. واتبعوا على آثارهم، به راه آنان روید. راه هدایت راه آنان است، چون که به راه پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند و به آن اخلاق و رفتاری که داشتند به قدری توانتان به آن چنگ زنید. فانهم كانوا على الهدى المستقیم، همانا آنها در راه مستقیم بودند. صراط المستقیم صراط صحابگان است که دنبال استادشان، معلمشان، دنبال هادی و رهنمای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند. امام بزرگوار تابعیان ایوب سختیانی که وفاتشان 131 هجری است، ایشان امام عراق بودند، فقیه عراق بودند. در حالنامه ایشان امام ذهبی در سیر اعلام النبلا میگوید سید العلماء، پیشوای عالمان. ایشان در بیان اهمیت محبت داشتن نسبت صحابگان، خاصتا نسبت 4 یار بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم، سخن جالبی دارند. میگوید من احب ابا بکر فقد اقام الدین و من احب عمر فقد استنار السبیل و من احب عثمان فقد استنار بنور الله و من احب علیا فقد استمسك بالعروة الوثقى و من قال الحسنى في اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقد برئ من النفاق. این تابعی بزرگوار ایوب سختیانی میگوید هر که ابوبکر رضی الله عنه را دوست دارد بیشک دینش را پایدار کرده است و هر که عمر رضی الله عنه را دوست دارد راهش را روشن کرده است و هر که عثمان رضی الله عنه را دوست دارد همانا از نور خدا بهره ور گشته است و هر که علی رضی الله عنه را دوست دارد همانا بر ریسمان استوار خداوند چنگ زده است و هر کی در شأن یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن نیک گوید، آنان را ثنا گوید، تحسین خواند، همانا از نفاق پاک گشته است. بنابراین امام ابو جعفر طحاوی، یکی از محدثان و فقیهان نامور اسلام و فقیه برجسته مذهب حنفی و صاحب رساله خیلی نفیس در علم عقیده که معروف به عقیده طحاوی است، این همه آیات و احادیث و روایات و آثاری که در شأن صحابگان آمده، آن را در این رساله خلاصه کرده، فشرده اعتقادی درست نسبت صحابگان را در این جمله های زیبا خلاصه کرده. میگوید و نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. یعنی امام طحاوی در بیان عقیده درست اسلام میگوید و همه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم و در محبت هیچ یک آنان افراط، یعنی زیاده روی نمی کنیم و از هیچ یک آنان اعلان بیزاری نمی نماییم و هر که آنان را بد ببیند و آنان را به بدی یاد کند او را بد می بینیم و به جز به نیکی نام هیچ یک آنان را به زبان نمی آریم. دوستداری صحابگان دین است و ایمان است و احسان است، میگوید امام طحاوی. دوستداری صحابگان دین است، ایمان است و احسان است و بد دیدن آنان کفر است و نفاق است و طغیان است. این است دوستان عزیز آن عقیده درستی که مسلمان نسبت صحابگان باید داشته باشد. این است آن نگاه و آن دیدگاه درستی که همه امامان دین، همه پیشوایان دین، محدثان و فقیهان نسبت به این طبقه با شرافت امت داشتند و آن را توصیه کردند. این است آن عقیده درست اهل اسلام. به امید تصحیح و درست سازی مسائل اعتقادی و به امید کمال محبت داشتن نسبت این طبقه با شرافت امت در حفظ و امان خداوند باشید.